havayabu.com. ای حیوانات دوپا، ای موجودات مسکین که به واسطه داشتن زبان خود را اشرف مخلوقات می دانید و اگر گرگ‌های بیابان زبان می داشتند به شما می گفتند که شریرترین موجودات گیتی هستید. دفتر زندگانی شما از لکه‌های جرم و جنایت تاریک است. افسوس اگر محمد و عیسی بر افعی‌ها و پلنگ‌ها مبعوث می شدند، تعالیم مقدسه آنها بیشتر نتیجه می داد. غیر از خودخواهی و خودپسندی، غیر از حب ذات و جرایم خجلت‌آور در جامعه شما چه یافت می شود؟ اگر این الفاظ بی‌معنی و این جملات ریا و دروغ را که شما دلیل شرافت خود ذکر می کنید از دنیا محو کنند، حقیقت شما به مراتب پست‌تر و تاریک‌تر از هیکل موحش خزندگان زهرپاش و درندگان صحرا خواهد بود. در گوشه هیچ صحرایی و در اعماق هیچ دریایی حیواناتی یافت نمی‌شوند که از گرسنگی بمیرند، ولی در جامعه تاریک و فسادآلود شما، در مقابل چشم بی‌عاطفه و پر از قساوت شما و در آغوش تنعم و زندگانی با رونق شما، هزارها افراد بدبخت با شکنجه گرسنگی دست به گریبان و در آرزوی یک لقمه نان با تلخترین دهانی پیمانه مرگ را می نوشند. برای دیدن این مصائب و بدبختی ها لازم نیست به آمریکا و آفریقا بروید. در همین تهران آرام و ظاهراً سعادتمند و در همین تاریخی که ما در آن زندگی می کنیم از این فجایع خیلی اتفاق می افتد. من نمی خواهم برای شما رمان و افسانه بنویسم. خیر، این واقعی است که دیروز در همین تهران و در پیش چشم همه ما اتفاق افتاده است. منتها خودپسندی مسببین آن پرده بر روی آن کشیده و آن را طور دیگر جلوه دادند. بر حسب اتفاق یکی از دوستان من مطلع شد و مرا واداشت که یکی از هزارها قطره اشک بدبختی را که در هر ثانیه از دیده بشریت بر نطع خونین خاک می‌ریزد به شما نشان بدهم. ای زنهای حقوق طلب که می‌خواهید مقام خود را در هیئت اجتماع به دست آورید، گوش بدهید شرح بدبختی یکی از خواهران خود را که خودخواهی و استبداد یک مرد بی‌عاطفه بعد از آنکه تمول و جوانی او را از او گرفت و مسئولیت حیات چند طفل را بر گردن او گذاشت، چگونه او را بر سرپنجه سرد و بیرحم اجل سپرد. و شما ای مادرها بر روی قبر آن زن عفیف بدبختی که قربانی حرص تجمل و حب ذات و لاقیدی بزرگان شما شده است چند قطره اشک بپاشید. در یکی از شب‌های سرد برج جدی این واقعه اتفاق افتاد. در اواخر خیابان چراغ برق نرسیده به صراح همین حضور کوچه‌ای است که یکی از خانه‌های سپهسالار در آنجا واقع است و تا چند شب قبل محل سکونت یک زن و چند طفل کوچک بود. این خانه سابقاً چقدر اساس داشت و اتاقهای آن تا چه درجه به لوازم زندگانی مزین بوده است نمی‌دانم. اما در این شب سرد و تاریکی که بالاخره مدفن مصائب و آلام یک زن بدبخت شد، از هر گونه اساس عاری بود. در اتاقهای متعدد آن غیر از ظلمت شب و بادهای سرد زمستانی چیز دیگری یافت نمی‌شد. حتی در مطبخ خانه دودی و خاکستری و آتشی نبود. تمام خانه در ظلمت متراکم شب فرو رفته بود. فقط یک اتاق را نور ضعیف لامپی روشن می‌کرد. این اتاق مسکونی اهل خانه بود که نصف آن مفروش بود و یک کرسی کوچکی وسط قالی مندرس تمام اساسی آن را تشکیل می‌داد. چند طفل کوچک در یک طرف کرسی به خواب رفته بودند و در طرف دیگر کرسی زنی نشسته با نظر پر از حسرت و اضطراب به صورت بیخیال اطفال بیگناه خود نگاه می‌کرد. بعد مثل آنکه بیتاب شده باشد برمیخواست و صورت یکی آنها را میبوسید و چهره ملتهب خود را بر روی گیسوان آنها گذاشته نفسهای تند و عمیق میکشید. آن وقت از اتاق بیرون میآمد، به آسمان و ستاره ها نگاهی میکرد و برمیگشت. در اتاق راه میرفت، باز اطفال خود را میبوسید و میرفت بیرون در یکی از گوشه های تاریک حیات میایستاد. آنجا زانوهایش میلرزید، مدتها فکر میکرد. با ضعف نفس و تردید خود زد و خوردی داشت.
زیر لب کلماتی میگفت و باز به اتاق باز میگشت. آن شب نمیدانم این عمل چند مرتبه تکرار یافت، اما همینقدر بود که عاقبت پیرزنی که در طرف دیگر کرسی به خواب رفته بود بیدار شد و با کمال نگرانی و وحشت از خانم جوان پرسید که او را چه می شود؟ خانم جوان که از فرط آشفتگی قادر به کتمان و تسلط بر خود نبود گفت چیزی نیست، میترسم دیگر این بچه ها را نبینم. برای چه؟ خانم جواب داد دیگر تحمل زندگانی در من باقی نمانده. تنها تو میدانی که من سابقا چقدر در رفاه بودم و همچنین میدانی که ماهی 80 تومانی را که سین برای نوه‌های خود تعیین کرده بود 3 سال است قطع کرده است. در این 3 سال من با فروش اساس و لباس و فرش و زینت‌آلات خود این اطفال بدبخت را زنده نگه داشتم. دیگر چیزی برایم باقی نمانده. غیر از این لباس کهنه و مندرسی که پوشیدم دیگر لباس ندارم. در خانه دیگر چیزی که قابل فروش باشد نیست. امروز رفتم منزل سین که برای نواده های خود چیزی تقاضا کنم. غیر از فحش و توهین نتیجه‌ای نگرفتم. دیگر چه میتوانم بکنم؟ آخرین چیزی که ممکن بود به فروش برسد 1 جفت کفش نو بود که آنها را دیروز فروخته و 1 جفت کفش کهنه برای خود خریده و از تفاوت قیمت آنها شام امشب و چاشت مختصری برای فردا تهیه کردم. فردا که اطفال من این غذا را بخورند من دیگر نمیتوانم آنها را سیر کنم و طاقت ندارم فرزندان خود را گرسنه ببینم. اما اگر بمیرم شاید جدشان خجالت کشیده برای حفظ آبروی خود از آنها نگاهداری کند. برای زنده ماندن جگرگوشه های خود اگر خود را بکشم معصیتی مرتکب نشدم، زیرا خدا می‌داند که من نمی‌توانم ببینم اطفال بیگناه هم از درد گرسنگی به زمین غلتیده فریاد بزنند. تو را هم برای همین دعوت کردم که بچه‌ها تنها نمانده و صبح از آنها پرستاری کنی. پیرزن با حالتی تحاشی و استنکاف و با لهجه مادرانه و نصیحت آمیزی گفت این خیالات خوفناک را هرگز به خود راه مده. مرگ برای تو خیلی زود است. تو جوانی، مادر 3 طفل هستی، شوهر جوان و متمول داری، فامیل داری، یک خانواده بزرگ مثل خانواده سین پشتیبان توست. زن جوان تبسم تلخی کرد و گفت هیچ یک از اینها برای زندگانی من و بچه‌های من فایده ندارد. شوهرم چندین سال است که سرگرم عیش و عشرت خویش است. گاهی که تهران می آید سر اینجا زده می رود و ابداً در فکر اطفال خود نیست. تو می دانی این اطفال را من با فروش جواهر و اساس و اموال پدری خود به این سن رسانیدم. برادرم از حال و بدبختی من خبر ندارد و من مرگ را بهتر از آن می دانم که بخواهم زحمات زندگانی خود و اطفال خود را بر او تحمیل کنم. یگانه حامی بچه ها نیز 3 سال از شهریه نواده های خود را نیز قطع کرده است و دیروز هم با من آنطور رفتار کرد. دیگر برای من چاره و ملجئی باقی نمانده. پیرزن گفت با وجود این خدا کریم است و کارساز و در هر صورت خودکشی یکی از بزرگترین معاصی است. زن جوان دید اگر بخواهد بیش از این حرف بزند دنباله صحبت کشیده و طولانی خواهد شد. دیگر چیزی نگفت و رفت سر جای خود خوابید. آن دیگری هم خیال کرد نصایح او مؤثر شده و با خاطری مطمئن و آسوده به خواب رفت. اما افسوس 1 ساعت بعد وقتی که همه در خواب بودند و چراغ نیمه روشن هم خاموش شده بود مادر به آهستگی از جای خود برخاست، آخرین بوسه های ودا و مفارقت ابدی را نیز بر روی پیشانی اطفال خود گذاشت و از اتاق خارج شد. رفت به طرف یکی از زوایای تاریک حیاط. آنجا دستها را به طرف آسمان بلند کرد و آهسته مناجات کرد. ای خدایی که میگویند عادل و رئوفی، تو مرا خواهی بخشید، زیرا میدانی بیش از این طاقت تحمل بدبختی و مذلت برایم باقی نمانده. تو ما را خلق کردی و اجازه نمیدهی برای 1 لقمه نان مناعت و عزت نفس و طهارت دامن بندگان تو در آستانه حرص و شهوت مخلوق تو بریزد. پیشگاه عدل و رأفت تو به درجه‌ای بزرگ و عظیم است که یک زن حقیر و بدبخت را خواهد پذیرفت. من از کلبه محقر و فسادآلود مخلوق تو فرار کرده به پیشگاه ابدیت تو پناه می‌آورم. خداوندا، هیچ مادری طاقت دوری و مفارقت فرزند معصوم و کوچک خود را ندارد.
اما شعله اندوه دیگر قلب مرا خاکستر کرده و سیلاب غم از روی من و تمام عواطف من گذشته است. انبوه آمال و آرزوها همه در سینه‌ام مردند. دنیا برای من تاریک و غیر قابل زیست شده. دنیا و زندگانی آن برای کسانی خوب است که لااقل می توانند جگرگوشه های خود را از شکنجه گرسنگی نجات دهند. زندگانی برای کسانی خوب است که جوانی آنها در زیر اشک مغروق نیست. اما من دیگر روزنه های امید به رویم بسته شده. من دیگر امیدی به این دنیا ندارم. به طرف تو ای ایجاد کننده دنیا می آیم و دست رد به سینه من نگذار، زیرا غیر از پیشگاه تو جایی ندارم. پشت سر من جز یک دنیای ظلمت زده پر از قساوت و بیرحمی چیز دیگری نیست. بپذیر ای خداوند بزرگ، یک زن بیچاره‌ای که از ملک هستی تو به یک لجه تاریک و سردی قناعت کرده است. بعد از این مناجات مختصر اشک‌های گرم خود را پاک کرده، پالتوی کهنه‌ای را که در برداشت از دوش انداخت و کفش‌ها را از پای درآورد و از یک دریچه کوچکی با قدم‌های ثابت تو رفت و بعد از یک لحظه صدای تصادم آب با جسم ثقیلی در فضای خلوت طنین انداخت و دوباره خاموشی بر حیات مستولی شد. فقط بعد از 2 دقیقه صدای دست و پا زدن و تلاطم آب از آب انبار شنیده شد و بعد از آن سکوت و خاموشی مرگ. آبهای سرد و تاریک آب انبار با کمال ملایمت آخرین تشنجات دست و پای او را در زیر امواج کوچک خود مخفی نموده و در آغوش خود خوابانیدند زن جوانی را که تا چند دقیقه قبل قلب او میزد و چشم او اشک میریخت و لبهای او برای بوسیدن پیشانی اطفال معصومش متشنج میشد. بدبختی خاتمه یافت. یک قطره اشک ناکامی از دیده زندگانی بر لجه تاریک نیستی چکید. ستاره ها مثل همیشه با نظر پر از ملامت و توبیخ این پرده غمناک را نگاه می‌کردند. آسمان منقش و مهیب بدون حرکت و تغییر بر زمین گناهکار سایه افکنده بود. افق شرقی سفید شده و بر روی برف‌های قلل البرز مثل پیشانی دختر ناکامی که از لای کفن نمایان شده باشد غمناک و محزون بود. صبح شد. آفتاب بر جلگه تهران تابید. بچه‌ها از خواب بیدار شدند. مادر را جستجو کردند، اما بیهوده. دیگر قیافه رئوف و پر از عشق مادر را مگر در خواب ببینند. خدمتگار خانه متوحشانه در جستجو بود و بیهوده اتاقها را گردش می‌کرد. اما یک مرتبه در گوشه حیاط چشمش به پالتو و کفش خانم افتاد. با زانوهای لرزان و مردد به آن طرف رفت. یک رعشه خوفناکی او را فرا گرفت. وارد دریچه آب انبار شد. با نظر متجسس سطح ظلمت زده آبهای آرام را جستجو کرد. اما در تاریکی فضا چیزی به نظرش نمی رسید. چرا؟ در قسمت روشن سطح آب یک مشت گیسوان سیاه با آبها ملاعبه می کردن و بعد از آن یک پیشانی رنگ پریده سفیدی که آثار حزن و اندوه شب گذشته هنوز از آن محو نشده بود و یک جفت چشم اندکی متورم برای همیشه روی هم افتاده و به خواب رفته و لبی کبود از زیر آب نمایان بود. این دختر نازپرور و متنعم سردار گیلانی بود که در خانه سردار الف و در زیر سایه آقای سین کلیه مالی پدری خود را تمام کرده و بعد از اینکه دارای نوکرها و خواجه و خدمتکارهای متعدد بود، با کمال فقر و بیچارگی خود و اطفالش و 1 نفر خدمتکار در یک اتاق مخروبه مشرف به انهدامی زندگی می‌کرد و بالاخره خود را کشت. از همه تأسف انگیزتر این بود که چند روز بعد از مرگ این زن بدبخت بعضی نوکرهای آقای سین میان مردم انتشار می‌دادند که بیچاره زن دیوانه شده بود و ما روز قبل رفتیم جعبه جواهرات و اساس او را مهر و موم کردیم. 1 نفر از محارم و مطلع از اوضاع با تعجب به آنها اعتراض کرده بود که این زن بدبخت از گرسنگی خود را کشته است. قصه جعبه جواهر چه معنی دارد؟ در جواب گفته بودند برای حفظ آبروی خانواده سین ناچاریم این مطالب را نشر دهیم. آری، این است رسوم و آداب بشر. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است
که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogaboo.com